اونم مهمترین سوالشون حاج آقا اول این بود که حالا حجاب مختص اسلامه یا نه. ببخشید من میخوام ایشون بایستم، اگه جسارت نیست اشکال نداره چند لحظه دیگه بایستین. من میخوام چند تا سوال بپرسم از شما. اولا من نگفتم حجاب ظلم زناست، دارم میگم الزام حجاب، توقع این که زن فقط حجاب مراعات کنه ظلم زنه. ما به مرد کاری نداریم، فقط زور به مرد میرسه، به زن میرسه. این از این زاویه دارم عرض میکنم. نکته دوم، اگر اینقدر سخت بگیریم به قول شما رو تک تک واژه‌ها جمهوری اسلامی ایران، آیا نمره جمهوری اسلامی ایران امروز در راستگویی، در نظم، در وجدان کاری، در وفای به عهد، در صداقت، در حق مردم نخوردن، نمره بدتریه یا نمره حجاب؟ اینو صادقانه جواب بدید. اگه بخوایم نمره بدیم، بگیم امروز وضعیت جامعه ما بعد از 36 سال بعد از انقلاب، درس‌های مختلف، ریاضی، فیزیک، شیمی، فارسی، درس‌های مختلف رو می‌خوایم نمره بدیم. نمره ما بعد از 36 سال تو حجاب نمره کمتریه یا تو دروغگویی، توی ارشاد خدمت و وفای به عهد؟ اینو جواب بدید. اول با توجه به نامگذاری سال که یک قسمتش فرهنگ هستش، من فکر میکنم که یک بعدش هم اقتصاد هستش. من فکر میکنم که این دو معقوله از منظر مقام معظم رهبری. جواب من جواب شما رو دادم دیگه. شما جواب منو بدید. یک کلمه نمره حجاب‌گویی ما وفای به عهدمون، وجدان کار و نظممون. بدون شک ببینید در هر قسمتی از هر ابعادی از جامعه مشکلاتی هست، ولی آنچه که ما امروز داریم شما یک کلمه جواب منو نمیدین. ببخشید. بدون شک حجاب هستش. ما اگر بتونیم این مسئله رو بیان کنیم. من حرف شما رو گوش کردم، شما هم جواب بدید. من ببینید، من سوالم اینه مشخصاً، امیرالمؤمنین قبل از شهادتشون تو بستر شهادت وصیت میکنن، آخرین کلماتشون میخوان وصیت کنن میگن نظم. امروز تو جامعه ما نظم چه وضعی داره؟ بی‌نظمی مردا بیشتره؟ همین سوال من اینه، بی‌نظمی مردا بیشتره یا بی‌حجابی خانوما؟ خب بدون شک بی‌حجابی خانوما بدتر هسته. بی‌حجابی بدتره؟ و به علاوه بی‌نظمی اینها من هیچ سوال دیگه ندارم. در کنار هم شما منصفانه جواب نمیدید. اهمیت مسئله مثلا اگه اهمیت حجاب برای من بیشتر باشه، ببخشید من این چیزی بگم، رک بگم، شما بشینید اذیت میشید. معذرت. ما یه وقت هست می‌خوایم بیایم اینجا، من یه چیزی بگم راجع به حجاب، اینجوری شعار بدم، هم راضی بشن. خب اصلا دیگه نیاز به این دعوا نداریم. یه وقت می‌خوایم مشکل حل بشه. ببینید نسل ما نسلیه. سوال بنده این هستش، بهتر نیست که حجاب رو فقط از لحاظ اسلام بررسی نکنیم، از ابعاد مختلف به اونم میرسم. میخوام اینو مقدمه رو بگم. ما که دور هم جمع شدیم، مسئله‌مون اینه که قضیه حجاب رو درست درکش کنیم. حجاب اجباری بود در جامعه. وقتی حجاب اجباری بود این حرفا چه معنی داره؟ وقتی طرف چه بخواد چه نخواد باید یه چارچوبی رعایت کنه. مثل اینکه مثال دارم میگم، من الان در این سالن رو ببندم، شما رو مجبور کنم 3 ساعت اینجا بمونید فیلم تماشا کنید، بعد هی برای شما توضیح بدم این فیلم از جهت هنری در اسکار جایزه برده. وقتی مجبور باشید دیگه اصلا این تعریفا معنی نداره. این تعریفا مال وقتیه که شما بتونی بری بیرون، من تعریف کنم نگرتون دارم. آیا دیگه اینجا جا داره من به عنوان کارشناس روحانی بیام بگم نماز از جهت روحی انسان را چنین میکند؟